در برابر مقر سازمان ملل متحد هزاران تن گرد هم آمدند تا زیر عنوان ائتلاف برپاخیزی برای آزادی در ایران اعتراض خود را به حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل ابراز کنند. تظاهر کنندگان که عده‌ای از آنان پرچم شیر و خورشید با خود حمل می‌کردند، منطقه همرشول پلازای منهتن بین خیابان‌های اول و دوم را پر کرده بودند و شعار ایران را متوقف کنید سر می‌دادند. بر روی سکویی که تریبون سخنرانان روی آن قرار گرفته بود، 4 تن با دهانهای بسته توسط نوار چسب سیاه رنگ ایستاده بودند که پلاکاردهایی با خود حمل می‌کردند. روی این پلاکاردها این جملات نوشته شده بود: من زن هستم و در ایران سنگسار می‌شوم. من خردسال هستم و در ایران مورد آزار قرار می‌گیرم. من بهایی هستم و در ایران مورد ظلم و ستم قرار می‌گیرم و من هم جنسخواه هستم و در ایران اعدام می‌شوم. شماری از سخنرانان صاحب نام در این تظاهرات عبارت بودند از پروفسور الی وایزل، بازمانده جنایات ناتسی‌ها در هولوکاست و برنده جایزه صلح نوبل، دیوید پاترسون فرماندار ایالت نیویورک و رودی جولیانی نامزد پیشین احراز مقام ریاست جمهوری آمریکا و شهردار سابق نیویورک. وایزل در گفتگو با تلویزیون واشنگتن برای مردم ایران پیامی فرستاد. Be strong. We are with you. You have many friends all over the world. استقامت داشته باشید. ما با شما هستیم. شما دوستان بسیاری در سراسر جهان دارید و شهامت شما الگویی است برای من و سایر مردم که نمایانگر چگونگی مقابله بیباکانه با حکومتی خودکامه است. احمدی نژاد که تنها یک هفته پیش از سخنان وایزل بار دیگر هولوکاست را یک دروغ توصیف کرد، همزمان با سخنان وایزل به رادیوی ملی آمریکا گفت که روایت‌های بازماندگان هولوکاست چیزی بیش از نظرات شخصی آنان نیست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی نطق خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در همان روز در یک چالش مستقیم به ادعاهای احمدی نژاد نسخه‌ای از مدارک مستند از طرح ساختمانی اردوگاه مرگ آشویتز و پیشنویس جلسه کنفرانس وانزه که در آن مقامات ارشد آلمان ناتسی طرح نابود کردن نسل یهودیان اروپا را تصویب کردند را بالا برد و گفت این مدارک به امضای هانریش هیملر معاون هیتلر و این نقشه اردوگاهی که 1 میلیون یهودی در قتل عام شدند، آیا اینها هم دروغند؟ وایزل گفت احمدی نژاد باید در یک دادگاه بین المللی محاکمه شود. He must be brought to Hague and face the international court. او باید برای محاکمه توسط یک دادگاه بین المللی برای تحریک نقض حقوق بشر به لاهه آورده شود. مالکوم هونلاین معاون اجرایی رئیس کنفرانس رؤسای سازمان‌های بزرگ یهودی آمریکا نیز پیام خود را برای مردم ایران توسط تلویزیون واشنگتن ارسال داشت. ما به خاطر شما اینجا گرد آمده ایم. ما اینجا هستیم تا همبستگی خود با شما را نشان دهیم. ما اینجا هستیم تا نشان دهیم که نگران شما هستیم. ما اینجا هستیم تا بگوییم مردم در غرب صدای فریادهای شما را میشنوند و سعی دارند با حضور 10,000 نفری در اینجا در آمریکا و در اقصا نقاط جهان به آن فریادها گوش دهند و نشان دهند که شما برایشان اهمیت دارید. ما شما را دوست داریم و با همبستگی در کنار شما خواهیم بود. یکی دیگر از سخنرانان حسن زارعزاده اردشیر، بنیانگذار کمیته دفاع از زندانیان سیاسی، یکی از اولین سازمان‌های حقوق بشری در ایران، از اعضای اولیه جبهه مشترک دانشجویی و سخنگوی سابق این جبهه در تهران بود. اردشیر که 12 بار در ایران بازداشت شده است، به مدت 2 سال از سال 2000 میلادی در ایران به اتهام جاسوسی برای غرب در زندان به سر برد. او که در سال 2005 بار دیگر به 7 سال زندان محکوم شده بود، در همان سال موفق شد به طور غیرقانونی ایران را ترک کند. و به جمعیت گفت که در حال حاضر با وجود همه سختی‌ها اکثریت مردم به اپوزیسیون ملحق شده و امید بسیاری به برقراری دموکراسی در ایران در آینده نزدیک توسط این حرکت نوین دارند. و همچنین گفت که این حرکت متعلق به همه آزادی‌خواهان است. This moment is not a person, a group. این حرکت متعلق به یک شخص و یا گروه به خصوص نیست. همه آنانی که کشته شدند، شکنجه شدند و یا بازداشت شدند اعضای این حرکت هستند. ما همه با یکدیگر باید همکاری کنیم و از مردم و گروه‌های اپوزیسیون در ایران پشتیبانی نماییم.
بیش از 40 سازمان مختلف از جمله سازمان پیشبرد حقوق سیاه‌پوستان آمریکا و فدراسیون اتحادیه‌های کارگری آمریکا به سازمان‌های یهودی ملحق شدند تا گروه برپاخیزی برای آزادی در ایران را تشکیل دهند. برخی خواسته‌های این ائتلاف عبارتند از احیای حقوق تجمع، ابراز آزادانه عقاید و آزادی مطبوعات در ایران و همچنین پایان بخشیدن به نقض حقوق بشر و آزادی فوری و بی قید و شرط تمامی تظاهر کنندگان بازداشتی طی جریان ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران. صدها نفر که اکثر آنها را ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا تشکیل می‌دادند، روز دوم مهر ماه روی پل بروکلین در شهر نیویورک با یک پرچم سبز به درازای تقریباً 2 کیلومتر به راهپیمایی پرداختند و علیه سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعتراض کردند. در یک مرحله از آن راهپیمایی، آن نوار بلند سبز در تمام درازای بروکلین، پل تاریخی نیویورک، امتداد داشت. رنگ سبز اکنون به عنوان جلوه جنبشی که در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران مبارزه کرد شناخته می شود. نوار سبز بلند که روی آن نوشته شده بود احمدی نژاد رئیس جمهور ما نیست، در واقع توماری به امضای هزاران نفر از سراسر جهان بود. هنگامی که تظاهر کنندگان برای آغاز راهپیمایی در سمت بروکلین آماده می‌شدند، یک آمریکایی ایرانی تبار به نام فریبا صفایی به خبرنگار تلویزیون واشنگتن توضیح داد که چرا برای ایرانیان تبعیدی مهم است از جنبش سبز هم‌میهنانشان در ایران پشتیبانی کنند. به خاطر آنها، هر چی که آنها در ایران بخوان، ما میخوایم توی امریکا براشون عمل بکنیم، بشیم صدای آنها در امریکا. بهروز هادی‌زاده که 25 سال پیش جلای وطن کرده و به آمریکا آمده است، آن راهپیمایی را ادامه اعتراضات پس از انتخابات در ایران توصیف کرد. ما اینجا اومدیم کاری فقط میتونیم بکنیم برای حمایت از مردم داخل ایران که رفتن که یه تغییری در نظام، یه اصلاحاتی در نظام بدن، ولی متاسفانه رأیی که دادن همه رو برعکس جلوه دادن. آقای احمدی نژاد رو پیروز میدان آوردن، به مردم دروغ گفتن. به خاطر همین واسه ادامه اون تظاهرات مسالمت‌آمیزی که تو ایران بوده، ما هم اینجا دور هم جمع شدیم تا اعتراضمون رو به دولت ایران، به اون دولت غیرقانونی آقای احمدی نژاد اعلام کنیم. راهپیمایی توسط یک گروه مستقل از ایرانیان به نام صدای ایران ترتیب یافته بود که میگوید در سراسر جهان شعبه دارد و اندکی بعد از انتخابات برای پشتیبانی از جنبش مخالفان رژیم ایران توسط ایرانیان رانده شده از وطن تشکیل شده است. ضمن اینکه ایرانی‌ها پرچم سبز را روی سر خود گرفته بودند و روی پل بروکلین راهپیمایی می‌کردند، یکی از برگزار کنندگان راهپیمایی به نام سینا گفت که هدف از این حرکت این است که به احمدی نژاد طی دیدارش از نیویورک نکته‌ای را بفهمانیم. And today we're carrying across the Brooklyn Bridge, which is one of the historic monuments of New York City. امروز این پرچم را بر فراز پل بروکلین که یکی از نمادهای تاریخی شهر نیویورک است حمل می‌کنیم تا احمدی نژاد بداند که در طول اقامتش در نیویورک این شهر سبز است. ما معتقدیم که چنین منظره‌ای، این حرکت انبوه چشمگیر، دقیقاً معرف جنبش سبز است که در ایران به وجود آمده است. جنبش سبز جنبشی است که مبین آرمان دموکراسی خواهی و ایمان به حقوق بشر است که با شهامت بیان شده و ما می‌کوشیم آن را در خارج از کشور نیز منعکس کنیم. صدای ایران روز چهارشنبه نیز تظاهراتی در برابر مقر هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی برپا کرد که جمعیت متشکل از 1000 ایرانی در آن شرکت کردند. جمعیت سپس به سوی مقر سازمان ملل متحد که چند خیابان از آن فاصله داشت، همزمان با ورود احمدی نژاد به مجمع عمومی در عصر همان روز راهپیمایی کرد.